آخرش دیق میکنم من سلطان به خدا دیگه قلبم نمیکشه. مادر اینطور نگو. ای خدا، ای خدا جونمو میگرفتی، این روزا رو نمیدیدم. خیر باشه مادر، مریض شدی؟ ببرم دکتر؟ دکتر نگو به من. پسرم با من لجبازی میکنی ها؟ خب خوابیدی داری ناله میکنی، چی بگم بهت؟ تو این کارو با من کردی، تو مگه وجدان نداری؟ ببین مادر، الکی شلوغش نکن، من تصمیمم جدیه، با لیلا عروسی میکنم. ببین مادر لیلا رو که یادته، همون خانم معلمه، شام اومده بود خونمون. فردا میریم خواستگاری، هفته دیگه هم عروسیه. تو هم به جای اینکه آه و ناله کنی پاشو کارا رو ردیف کن، یه عالمه کار داریم. نه به خدا من خواستگاری دختره نمیرم. باشه مادر، هر جور میلته، من میرم. ای خدا من چه گناهی کردم که داری با پسرم مجازاتم میکنی؟ مادر نگو اینطوری، بازم فشارت میره بالا. ولم کن سلطان، خدایا تا صبح جونمو بگیر، عذابم تموم بشه. خدا جون، خلیل تو دیگه مادر نداری. خلیل شنیدی چی گفتم؟ من پسری به اسم خلیل ندارم، مادرت مرد. بگو ببینم تو چه مشکلی داری؟ موقع غذا هم یک کلمه حرف نزدی. معلومه که یه چیزی داره کلافت میکنه. چیزی نیست مادر، یکم خستم. تو چی میخواستی بگی؟ پسرم باید دجله رو زودتر عقد کنیم. منتظر گذاشتن خودمون و پهلوانی ها بسه. والا میترسم یه بهونه پیدا کنن و بخوان دختره رو ببرن. دجله هم که مخالفتی نداره، کار دیار که حل شد شما رو عقد هم میکنیم، راحت بشیم پسرم. بالای سر امانتی داداشت باش. باشه مادر، هرچی تو بگی. پسرم ناراحت نشو. ببین عزیزم، تو جوونی و همه کاری میکنی، بیشتر به حرف دلت گوش میکنی اما در به در میشی. بعدشم پشیمون میشی که فایده ای نداره. بیا به حرف مادرت گوش کن، به خاطر بقیه خانوادت رو داغون نکن، حواست به خانوادت باشه. گفتم که باشه مادر. قدیر، اول با زیلان حرف بزن، از خودت بشنوه بهتره. دیوونه بازی در نیاره، آروم باشه. بهتره هر چه زودتر عقدشون کنیم که با خیال راحت به نوام برسم. زیلان. قدیر، بفرما قدیر جان. زیلان باید باید حرف بزنم. خب بیا تو. ها زیلان، چند روز دیگه عقد من و دجله است.
خواستم از بقیه نشنوی، خودم بهت بگم. ببین، واسه آشتی لازم عقد کنیم. یه عقد فرمالیته است. تو هم بدخلقی نمی کنی، با کسی هم دعوا نمی کنی، شرایطو قبول می کنی. همه باید جای خودشونو بدونن، بر همون اساس رفتار کنن. جای من کجاست قدیر؟ میخوام بدونم من هنوزم زنتم یا شدم خدمتکار این خونه. زیلان، اومدم بهت بگم آروم باش. نیومدم اینجا جر رو بس کنم یا جواب پس بدم. منظورت اینه که ساکت بشم؟ نه، ساکت میشم. قدیر جان، به خاطر عشق و احترام به تو ساکت میشم، اما ازت فقط یه چیز میخوام. لطفاً منو ببخش. من یه نادونی کردم قدیر. حالا چی میشه سعی کنی منو ببخشی؟ ها؟ چی میشه اون درایی رو که برون بستی باز کنی قدیر جان؟ من دیگه اون درا رو بستم. حتی خودت باعثشی. تو کاری کردی ببندم. یادت رفته؟ باشه، منم میگم بذار اون درایی رو که بستم دوباره باز کنم، یه کاری کنم تو منو ببخشی. میفهمی چی میگم قدیر؟ همینو میخوام، فقط میخوام منو ببخشی. قدیر ببین، قسم میخورم دعوامو رو فرا نمیندازم. من فقط یه چیز ازت میخوام، ازم رو بر نگردون قدیر جان. میبینیم زیلان، میبینیم. تو فعلا استراحت کن. بریم بخوابیم دیگه، صبحم باید زود بیدار شیم. سلین دعا کن مامانم فردا بهونه نیاره. کاش پشت تلفن بهش میگفتی. حالا میخواد کل راه فکر و خیال بسازه که چرا این دختره گفت با عجله خودمو برسونم. نمیدونم، نمیخواستم یه هایی بهش بگم. ول کن. فکر نکنم خاله فضیلت مخالفت کنه. از خلیل خوشش اومده بود. آره، اما اگه بپرسه چرا با این عجله چی بهش بگم؟ نمیتونم بگم حاملم. لیلا، تا آخر عمر که نمیتونی قایم کنی. تاریخ زایمان تو تاریخ عروسیت معلومه. اما تا اون موقع همه به این وضعیت عادت میکنن. الان سخته. این کی این وقت شب؟ چی شده؟ چیزی نیست عزیزم، یه لحظه ترسیدم. اگه آشنا بود زنگ میزد، باز نکنی. چی میگی؟ اگه موضوعی مهمی باشه چی؟ نکنه مامانم اومده؟ نه بابا، خاله فضیلت باشه زنگ میزنه. چطوری تونسته از فرودگاه بیاد؟ بذار ببینم. بله. کیه؟ آبجی لیلا. جیلان. جیلان چی شده؟ من آبجی لیلا. آروم باش. جیلان همه جات سرده، یخ زدی. بیا بری تو عزیزم، بیا. جواب بده دیگه ناصر.
چیه بابا هی سری موقع شب؟ زیلان چرا مثل طلبکار هی به من زنگ میزنی؟ طلبکارم؟ آره، از تو طلبکارم. والا تو مرد نیستی ناصر خان. زیلان مواظب حرف زدنت باش، مثل آدم حرف بزن. من مثل بچه آدم حرف میزنم، اما تو آدم نیستی. گفتی مراقب باباتم اما نبودی. گفتی دجله رو میگیرم اما نگرفتی. پای حرف که بشه اون وقت به کسی امون نمیدی. ببین امروز و فردا عقد دجله و قدیره. حالا تو بشین واسه خودت. چی؟ دختر چه عقدی؟ هنوز میپرسی چه عقدی؟ آره تو بگیر بخواب، اما تقصیر منه که فکر کردم تو مردی. من حرفاتو باور کردم، به تو اعتماد کردم ناصر خان. زیلان یه کاری میکنی بیام زبونتو ببرم. میدونی بهترین کاری که تو زندگیم کردم چیه ناصر خان؟ خوب شد که اون شب نیومدم دیدنت. خوب شد که باهات فرار نکردم، وگرنه الان زن یه آدم بی‌بوته‌ای مثل تو بودم. والا بلا خدا ازم محافظت کرده. زیلان منو دیوونه نکن. بلند میشم میام اونجا، اون خونه رو سرت خراب میکنم. چرت و پرت نگو، آمپل منو نبر بالا. تاوان تمام این حرفایی رو که داری به من میزنی رو پس میدی. میگی ناصر خان به من، میگی به خاطر اون حرفایی که بهت زدم منو ببخش. مثل سگ پشیمون میشی. میای میگی منو بگیر تا من کنیزی تو بکنم. به همین خیال باش ناصر خان. ببین الکی نمیخواد قمپز در بکنی. حرستو بریز بیرون که همه جا سیل را بیفته ناصر خان، تا ببینم این دفعه مرد عمل هستی یا نیستی. زنی که روانی قطع میکنی نه؟ حالا بهت نشون میدم مرد عمل یعنی چی. مرد کیه؟ حالا میفهمی با کی طرفی. جواب بده. حالا زنگ بزن تا جونت درات. حتما باید مثل سگ باهات رفتار کنن. واسه اینکه به خودت بیای باید مثل سگ باهات رفتار کنن. حالا میای بدو دجله رو میبری. جواب نمیدی نه؟ بیا کجایی تو دختر؟ آدم از شب اول شوهرشو منتظر میذاره؟ به من نزدیک نشو، برو اونور. نزدیک نشو چیه؟ ها؟ ما دیگه زن و شوهر شدیم. زن و شوهر. امشبم شب ماه عزیزم. گفتم نزدیک نشو. ای خدا گیری کردیم ما. دختر ما عروسی کردیم. عروسی اینجا هم اتاق خواب من و توه. دیار باشه بیا ببینم. ولم کن. بسته دیگه. تو نمیفهمی رومانتیک بازی چیه؟ نه زبون خوشحالیت میشه. حتما باید با ضرب و زور راضیت کنم. ولم کن. دیار ولم کن. تو شوک بودی نوازشت کردم دیار. اومدی بیرون ها؟ بازم میخوای یکم دیگه نوازشت کنم ها؟ دوست داری؟ دیار بدبخت الان با اون مرتی که توی اتاقه. دیدی چجوری با چشم گریون رفت؟ خب مجبوره دیگه، چی کار میتونه بکنه؟ وای شیطونه میگه برو سر اون ما رو بکن همه راحت شن. دجله اینطوری نگو، قربونت برم، اینطوری نگو، نکن، گناه داره. نه بابا ما هم گناه داریم. هم منو اذیت میکنه هم دیارو. یعنی چی؟ اگه بمیره ناراحت میشی؟ نه بابا. خب پس چرا داری چرت و پرت میگی؟ باشه
هیچی نگفتم. عزیزم الان بهتری؟ عزیز دلم، دختر بیچاره نمیتونه حرف بزنه. جیلان چی شده عزیزم بگو. جیلان جونم میخوای برام تعریف کنی؟ بیا ما بریم جیلان استراحت کنه. عزیزم من چراغا رو روشن میذارم، دوست داشتی خاموشش کن. اگه هم خواستی حرف بزنی یا حالت خوب نبود منو بیدار کن، اصلا مهم نیست. باش عزیزم. مادر جون. مادر ببین برات سوپ آوردم. نه دخترم، نه اشتها ندارم، حالم ندارم. سلطان این تلفن رو بده، به دجله یه زنگ بزنم، اون از هیچی خبر نداره. آها نداره. دجله هنوز تو خونه بزبی هست نه؟ خوب شد یادم انداختی زنمو. باید در موردش با هم صحبت کنیم. بابا خلیل افتاده دنبال کار عروسی خودش، چشش هیچی رو نمیبینه. بابا اون مرد خودش موضوع 20 ساله رو اعتراف کرد. آدماشم رفتن زندون گرفتن کشتنش. ما هم هر چی صدامونو در نیاریم فکر میکنم باور کردیم. وایسا تو هیچی دخالت نکن. وایسم؟ بله چی وایسم؟ شما وایسادین بسه. بابا هر چقدر وایسیم به جایی نمیرسیم. تاوان پس نمیدن اون بزبیا. ببین فردا پس فردا که دیار و قدیر عقد کردن میمونین ها. ببین منو تو اسم دجله رو به زبونت نیار. بابا زنمون به جای اینکه دجله رو از من دور کنی از بزبیا دور کن. ناصر گمش از جلوی چشمم برو، والا به خلیل میگم یه دونه تیر وسط پیشونیت خالی کنه ها. باشه بگو، هر بلایی که میخواد سرتون بیاد، شما فقط زرزر کنین همین. سلطان گریه نکن عزیزم، گریه نکن. اون حرف میزنه حرفای علکی، هیچی نیست عزیزم، هیچی. بیا مادر.
چطوری دیار؟ چطور باشم زن داداش؟ چطور؟ الو، بفرما مادر. دجله بدو بیا، بدو. باهات حرف دارم، زود باش. چی شده مادر؟ منو نترسون. دختر بیا، بدو بیا، میگم حرف دارم باهات. الله اکبر. والا از دیروز سالا افتادم تو رخت خواب، دجله مرگ اومده تا جلوی چشمم. خیلی خوب باشه، الان میام. من میرم خونه خودمون. اگه مادر قریش رو پرسید بهش بگین مادرش مریض شده. خداحافظ. خدا نگهدار. خوبی چشمابی من؟ ممنون آبجی همینه. واسه دختر خوشگلم صبونه چی آماده کنم؟ چی دلت میخواد؟ هیچی نمیخوام آبجی همینه. تو برو به کارت برس، منو ول کن. ول کن یعنی چی؟ تو هم خودتو ول نکن. میگن از این ستون به اون ستون فرجه. تو هنوز جوونی، باید قوی باشی. بابا از صبح دارم میگردم. زن خوشگل من کجاست؟ نگو اینجاست. صبح بخیر. خب دیار، دیشب راحت خوابیدی؟ آبجی همینه، وایسا منم میام کمکت کنم. کمک کن، هر کاری دلت میخواد بکن. کمک کن ببینم. نشونت میدم. بابا چای پس کجاست؟ ببین کاش که منم باهات بیام. آره. ای بابا نه، تو همینجا بمون. دجله، بله. کجا داری میری؟ مامانم مریض شده قریشا خانوم. الان زنگ زد، میخوام برم پیشش. باشه، بهشون سلام برسون. سلامت باشی. فعلا. دیار، چطوری دخترم؟ بیا یکم بشین پیشم. قدیر بیدار شده امینه؟ قدیر خان صبح زود رفت خانم آقا. بیا بشین پیشم عزیزم. مادر و دختر یکم درد و دل کنیم. جیلان چی شده؟ دختره رفته. وایسا حیاتو ببینم. ای بابا، کجا رفته این دختر اول صبحی؟ بچه که نیست لیلا جونم، نگران نباش، رفته بیرون. خب مگه حالشو ندیدی؟ خیلی حالش بد بود. میرم بهش زنگ بزنم. جواب نمیده. میترسم. سلین چی کار کنی؟ ما چی کار میتونیم بکنیم؟ به خلیل بگی یا به قدیر زنگ بزنیم. تو شماره‌شو داری؟ نه، من واسه چی شماره قدیر رو داشته باشم؟ زنگ میزنیم خونه‌شون، شماره قدیر رو از اونجا میگیریم. لیلا چرت نگو، به خونش زنگ بزن. اگه یه بلایی سرش بیاد من چی کار کنم؟ اگه مادر عمر جواب داد بعد حرف زد چی؟ اوف.
جیلانه. چی میگه؟ نوشته آبجی لیلا من خوبم، نگران نباش. آهان، حالش خوبه. حتما مساعد نبوده که جواب نداده. پاشو، امروز خیلی کار داریم. پاشو، جمع جور نکردیم، مامانت هم میاد، باید بریم دنبالش. خلیلم میاد خواستگاری دیگه. مادر جون خوبی؟ چطوری خوب باشم عزیزم؟ چطوری؟ چی شده مادر؟ زود باش بگو دیگه. اون دختره هست دکتره، اون دختره. خب نمیدونم چی کار کرده، داداشتو گرفته تو مشت خودش. دختره هوش و حواسشو از سرش برده. میگه شب بریم خواستگاریش. یعنی فقط به خاطر همین افتادی تو رخت خواب؟ دارم میمیرم و زنده میشم به خدا. دجله، تو این دختر دکتره رو میشناسی؟ برو بهش بگو مادرم تو رو نمیخواد. حالا اومدیم و منم گفتم. به نظرت به من گوش میکنه؟ بعدشم داداشم بشنوه میکشتمون. وضع اصلی هم همونه دختر. پسر من دیگه حرفامو نمیخونه. مادر به خدا الکی ناراحتی. این خانم دکتر رو بشناسی تو هم خوشت میاد. تازه عروست هم دکتره، همش مواظبته. دیگه چی میخوای؟ دختر برو، اون بلد نیست آبم دست آدم بده. اون میخواد بیاد به من برسه، اما مراقبت کنه. ببین چی میگم، اون اینجا هم نمیاد. من گفته باشم بهت مادر جان. به تو چه مادر؟ بذار عاشقا خوشبخت باشن. دختر برو. ای بابا، ما هم داریم با کی درد دل میکنیم. فقط مونده بزن و به رقص را بندازی. برو اعصاب من خورد نکن. آخیش خوشبخت بشن. آره سلطان، مادرم یکم ناز میکنه اما نگران نباش، چیزیش نیست. میسپارمش به تو، خسته نباشی. باشه دجله، من بالا سرشم، نگران نباش. باشه، خداحافظ. بفرمایید، قهوه رو سریع آوردم خان. دست درد نکنه. ناصر این ورا نیست؟ نه خان، امروز اصلا نیومده. خوبه، یکم مغزمون راحت باشه. والا از من بپرسی میگم جلو چشمون باشه بهتره. واسه چی؟ من درد داش ناصر رو فهمیدم. جدی؟ خب بگو ببینم دردش چیه؟ داش ناصر دنبال خان شدن خان. برو بابا رستم، به کارت برس. دنبال خان شدنه. اینجا من خانم باشه. برو. خامو، خب پس یعنی چی؟ یعنی هر کسی باید با انگشت خودش شلیک کنه. با انگشت یکی دیگه نمیشه شلیک کرد. بعدش هم اینو یادت باشه که اصلا نباید از اسلحه بترسی. اگه از اسلحه بترسی تیر برمیگرده میخوره به خودت. درسته، هر چی شما بگین. ببین، درباره این خانم دکتر حسابی تحقیق کن. ببین این خانم دکتر کیه، کجاییه، اهل کجاست، مادرش کیه، پدرش کیه، خونوادهش کیه، مزاحمی داشته، عاشقی، نامزدی. چون که ما برای اینکه یه بلای سر خلیل بیاریم لازم داریم. امر شماست. خیر باشه جلیل. همونطور که گفته بودی دختره رو تعقیب کردم.
هنوز با خلیل مراوده داره. شب رسوندتش خونه. قدیر خانم رفته پیش اونا، با هم رفت آمد دارم. مطمئن باشین. ماشالله، خونه که نیست، کاروان سراست. بگذاریم، تو ادامه بده و منتظر خبر من باش. تا این دختر سر زبونا نیفتاده باید یه کاری کنم. باید دجله و قدیر بدون درد سر عقد کنن. دیگه خسته شدم. عزیزم خیلی خسته شدی، تو برو تو. ول کن بقیهش با من. باشه اینو تموم کنم. میرم. بده به من، بده. اومدم. سلام خانم دکتر. سلام عزیزم، خوش اومدی. تازه خبردار شدم. اگه بدونی چقدر خوشحال شدم. گفتم بیام بهت تبریک بگم. کار خوبی کردی. نمیای تو؟ نه گفتم بیام یه سری بزنم ببینمت. تو خونه منتظرم من. یعنی تو الان زنده‌دش من میشی؟ امیدوارم خوشبخت بشین. آمین، ممنون. ما یعنی من و عمر خوشبخت نشدیم. قسمت نبود. یعنی هنوز به هم نرسیده از هم جدا شدیم. خدا شما رو خوشبخت کنه. من منظوری نداشتم اصلا. گوش کن، به خاطر من قصه نخور. تازه خوشبختی شما خوشبختی منم هست. ببین سری میخوام با برادرزاده هم بازی کنم ها. خب دیگه من باید برم. حالا اهل خونه بهم حرف میزنن. بازم میام. باشه. فعلا خداحافظ، خسته نباشی. به سلامت.
تو کجا دخترم؟ داریم میریم دیدن بابام قبرستون مادر جون. البته اگه شما اجازه بدیم. برو دخترم. قدیر دیشب باهات حرف زد؟ آره با هم حرف زد. نگران نباشین. کاری به کار کسی دیگه ندارم مادر جون. آفرین دخترم. باریکالله. عاقل باشین تا بتونیم تو آرامش زندگی کنیم. بس هرچه هم دیگر رو اذیت کردیم و سختی کشیدیم. راست میگی. ممنونم مادر جون. شما که بالای سر ما باشین ما آرامش داریم به خدا. فیدان چطور بود دخترم؟ چیزی نبود مادر. منم ترسوند. داداشم داره عروسی میکنه. از اون ناراحته. داداشت عروسی میکنه؟ آره دیگه. با کی؟ یه خانم دکتری بودش اون شب. همون شب که رفتیم واسه دستبوسی. پیش داداشم بود. با اون داره ازدواج میکنه. لیلا، چیزی که میخواستم بگم دقیقاً همین بود. دروغی به این بزرگی همش میخواد تو رو به هم بریزه. میدونم. نمیخوام خلیلو از دست بدم. بچم هم نمیخوام از دست بدم. نمیخوام کسی رو اذیت کنم یا کسی رو ناامید کنم. به جز این دروغ شانس دیگه ای ندارم. اما خیلی حس بدی دارم. بعضی وقتا مجبوریم دروغ بگیم واسه اینکه عزیزامونو ناامید نکنیم.